آزمون‌های جمهوریوی از جمله آزمون علم فروغ معرفت بهر کشف و معرفی نورسان و جوانان دارای قابلیت و مهارت و ملکه خوب دانش اندوزی تأثیر مثبت گذاشت. خورشید امانوف از شمار آنهایی است که بعد اشتراکش در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت به مرحله تازه دانش اندوزی وارد گردید. وقتی در مؤسسه خواننده مکتب بودم بسیار به این فن یعنی فن گئوگرافیا شوق و رغبت زیاد داشتم، زیرا که فن گئوگرافیا یک فنی هست بسیار فنی شوق‌آور است و در دوران خواننده مکتب بودن که در آزمون المپیادها در این رشته اشتراک نمودم تا سطح جمهوری قالیبیت را به دست آوردم و در پیش خود مقصد گذاشتم که حتما من باید به فاکولته گئوگرافیا دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان داخل گردم و این دانشی که به سطح میانه دارم این را در سطح عالی زیاد نمایم. البته که به این مقصد خود رسیدم. در دوران دانشجویی یک مژده نو، یک سخن نو، یک گفتار نو، یک هدف نو به وجود آمد. این هم باشد آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت بود. وقتی که من فهمیدم که این آزمون راه اندازی گردید، به چون و چرا شوقمند اشتراک در این آزمون گردیدم. برای غالب گشتن در این آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت البته که نظامنامه دارد این آزمون و ادبیات هایی که در این آزمون توصیه شدگی هستند طبق این نظامنامه آزمون ما کار کردیم. اون ادبیات هایی که پیشنهاد شده بودند همه آنها را با استادان و مؤلفانی که استادان با آنها کار کردیم. بیشتر برای ما جهت خوبیش غالب گشتن برای ما بیشتر زیادتر بود، به خاطر چی ما در فاکولته گئوگرافیا می‌خواندیم. در فاکولته گئوگرافیا اون استادان اون نفرانی بودند که بیشتر آنها خودی مؤلفان کتاب‌هایی که در همون نظامنامه پیشنهاد شدگی هستند. ما با استادان کار کردیم، با ما استادان بسیار پیشنهادهای خوب کردند، سوال جواب ها می‌کردند، شب رو شب نگفته، روز رو روز نگفته کار کردیم و بالاخره به آرزوی خود رسیدیم. البته در فاکولته گئوگرافیا همه استادان به ما کمک میکردند تا غالبیت را به دست بیاریم. مثلا بعضی ادبیات هایی بود که مثلا مؤلفشان بعضی اگر استادان فاکولته تمام بودند ما به نزد آنها میرفت، همه آنها کمک خود را دریغ نمی داشتند، با ما سوال جواب میکردند، کمک میکردند و مخصوصا در غالب گشتن من سهم استادم استاد فاکولته گئوگرافیا سمیوف امیرالدین به نهایت زیاد می باشد. رقابت‌های ذهنی در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت تیز و تند صورت می‌گرفت. راهبلدان نیز تلاش می‌کردند طلبات‌های آزمون را به اشتراکچیان همه جانبه آموزش دهند، میگوید همصحبت ما. استادان بسیار به ما طبق همون نظامنامه که در آزمون بود سوال‌ها پیشنهاد می‌کردند، ما را همه طرفا سنجش می‌گذرانیدند. مخصوصا در فن گئوگرافیا از سوال‌های شفاهی سر کرده تا سوال‌های خطی کار با خریطه، کار با گلوبوس، اسباب‌های گئوگرافی، تا همه آنها استادان یعنی نفران حکمانی که بودند به ما سوال و جواب‌ها کردند، از مضمون و از منطق این فن پرسان کردند و به طور شفاف توانستند غالبان رو معین کنند. در روند آزمون من مشاهده کردم بعضی از دانشجویانی بودند که در قسمت شفاهی نسبتاً خوب بودند ولی در قسمت خطی نسبتاً سست‌تر بودند یا اینکه برعکس. لیکن ما تا زمانی که در دوامی که به آزمون باید تیاری می‌دیدیم کوشش کردیم هم قسمت شفاهی و هم قسمت خطی را حد اقل خوب آمادگی بینیم که توانیم غالبیت را به دست بیاریم. برای من هر دوش خوب بود. این آزمون زیر تشبث پیشوای معظم ملت است. همه طرفا نظارت کرده می شود شفافیت آزمون. البته وقتی که شفافیت آزمون نظارت کرده می شود اعضای حکمان اون نفران انتخاب کرده می شوند که آنها شخصانی با تجربه هستند، نفرانی هستند که حتما یک نفر لایق را به جای مناسب سزاوار می دانند. من البته از جای گرفتم، از جای سومی که اشغال کردم راضی هستم. این یکم جای پوشیده‌اش نیست. بگذار آن نفرانی که جای یکم گرفتند بگذار دانش آنها نسبتاً زیادتر بود، این یکم جای پوشیده‌اش نیست. باز کوشش میکنیم که در دیگر آزمون‌ها اشتراک نمیم غالبیت را به دست بیاریم. دلبستگی خورشید امانوف به فن گئوگرافیا راهی او را به آزمون‌های فنی سطح ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی هموار نمود.
بعد اونه که من دانشگاه را ختم نمودم، در پیش خود مقصد گذاشتم که در همون زادگاه هم، در همون مؤسسه را که من خود شخصا ختم نمودم، به همون مؤسسه‌ای که ختم نمودم به آنجا روم و مقصدی من همین بود که من خود غالب دور جمهوری گشتم و باید من از محیط دهات شاگردان را در این آزمون تیار نمایم تا سطح جمهوری آنها شهد غالبیت را نیز چشند. الکی در این مقصد خود من استوار ایستادم. امروز شاگردانی من 2 شاگردم در سطح ناحیوی الکی امسال سزاوار جایهای یکم و دوم گشتم. با باور کامل گفتم میتوانم که آنها خوب تیاری دیده ایستادن، امسال در دور جمهوری غالبیت را به دست میارن. این الکی دستاوردی من باید باشد. زمانی که خواننده صنف 8 بودن، بسیار یک آموزگار خوب تجربه داشتیم در مؤسسه‌مون با نام قربان فرهاد. بسیار آموزگار دانشمند بود. وقتی که آموزگار رو میدیدم با یک شوق، با یک دانش خوب به ما درس میگذارد، الکی از همین دوره شوق و رغبتم نسبت فن گئوگرافی به نهایت زیاد گردید. استاد الکی دید که من در درس‌ها فعالیت خوب دارم، مرا جلب نمود به آزمون المپیادها و همین یک چی گویم درس گذاری استاد، دانش خوبی استاد نیست سبب مهر بستن من در همین فن گئوگرافی گشت. از زمانی خواننده صنف 8 بودم. نه در دوران خواننده مکتب بله نفرانی بودن لیکن تا آخر نرفتن. نفرانی بودن که یکم سال اشتراک کردن و پس از آن که یک مرتبه غالبیت به دست نآوردن رو 70 شدن، دیگر اشتراک نکردن آنها و در آخر نگاه کردم یک خودم تنها ماندم. مثل اونایی که چطور شما گفتید پس از یک مرتبه وقتی که آنها غالبیت رو به دست نمیارن دیگر نمیخواهند. نمیدونم این چی سبب ها باشه. اشتراک در آزمون حل مثال و مسئله های رایج و عاقبت شهد غالبیت چشیدن، قابلیت، مهارت و ملکه و فداکاری میخواهد. من یک نکته را قید میکنم. برای یک دانشگاه را با یک اختصاص تخصصی خواندن 5 سال حیاتمون رو صرف میکنیم. 4 یا 5 سال حیاتمون، یا رشته اگر طب باشد 7 سال حیاتمون رو صرف میکنیم برای یک دیپلم دانشگاه رو سزاوار گردیدن. پس شما فکر کنید که بعضی از اشتراکچیان وقتی که 1 سال اشتراک میکنن غالبیت رو به دست نمیارن، رو 70 میشن و دیگر نمیخوان اشتراک کردن. پس برای یک دیپلم یک دانشگاه رو گرفتن 5 سال رو صرف میکنید. شما فکر نمیکنید که این دیپلم با دستخط پیشوای معظم ملت است. برای این را سزاوار گشتن آسان نیست. این کار آسان هم نیست. برای سزاوار گشتن با دیپلمی که در آن نام نسب پیشوای معظم ملت قید شده است، دستخط وی هست، این کار البته آسان نیست و برای این کوشش میکنید، سالها لازم است. بعضی اشتراکچیان امروز شما بینید 3 سال 4 سال وقتی ناکام میگردن رو 70 نمیگردن، کوشش میکنن. به همین خاطر باید یک مرتبه فکر کرد که من باید برای این دیپلم را سزاوار گردیدن، برای من باید یگام چی مانعگی نگردد، رو 70 نشوید. امسال که غالبیت رو به دست نآوردید به خودتون یک سوال دهید. جهت هایی هست که شاید من ندانستم، کمبودی هایی که داشتم باید من اصلاح نمایم. به همون خاطر یگانه چیزی که باعث غالبیت میگردد این هدف گذاشتن، مقصد گذاشتن در پیش خود. باید من غالب گردم. این هدفی من بود. وقتی این هدف رو گذاشتم چی مانعه هایی که بود پسی سر کردم و امروز شکر میگویم که به آرزوی خود رسیدم. و با اشتراکچیان نیز همین گونه میگویم که شما وقتی که هدف گذاشتید، بله وقتی که انسانیت هدف میگذارد باید از بحر بسیار چیزها گذرد. از کارهایی که وقتی زیاد را میگیرن، از نمیدونم استفاده نادرست شبکه‌های اجتماعی، تلفن و دیگر. وقتی که ما بسیار چیزها را در همین مدت یک طرفه میگذاریم و کوشش میکنیم که علم را به دست بیاریم، غالبیت را به دست بیاریم، البته غالب میگردیم. تا چند سال قبل توجه به فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی کمتر به نظر می رسید، اما با راه اندازی گردیدن آزمون جمهوری علم فروغ معرفت شوق نورسان و جوانان به این فنها بیشتر گردید.
شما گفتید که چرا سبب در چی است که امروز با علم‌های دقیق بسیاری از گویم خوانندگان ما امروز کم توجه دارند. البته اینجا اولین درجه نقش پدر و مادر و بعدا نقش مؤسسه‌ها باید که بسیار علاقمند باشد برای بلند برداشتن علمی شوق و رغبت خوانندگان نسبت به خواندن. این آزمون‌ها اگر شما با یک چند سال قبل نظر اندازید کتابخانه‌های ما چگونه چقدر شماره کمی خوانندگان داشتند و امروز چگونه است. البته امروز این آزمون‌ها سبب شدند که ما دیگر کتاب را فقط باید ما برای خود همچون دوست انتخاب کنیم. من میدونید وقتی که این آزمون‌ها راه اندازی گردیدن، این آزمون‌ها پیشنهاد گردیدن، پیش از همین آزمون‌ها وقتی که من در داخل نقلیات‌های جمعیتی همه روزه میگذارم نگاه میکنم، در داخل نقلیات‌های جمعیتی همه با استفاده تلفن‌های موبیلی مشغول است. همه آنها اکنون نمیدونم آنها با منفعت استفاده میبرند به منفعت استفاده میبرند، لیکن همه هوششون در تلفن‌های موبیلی است. یگانه آرزوی من همین است که وقتی شما با داخل نقلیات‌های جمعیتی وارد میشوید، با داخل باغ‌ها و دیگر همه گوییم که با کتاب خواندن مشغول باشند، با گازت خواندن مشغول باشند. این است معرفت بلند کتابخانه. من باوری دارم که همین گونه آزمون‌ها راه اندازی گردیدن گیرند، چنین روزها در ما نایل می‌گردیم. وقتی که ما یک نفر رو مجبوراً به یکی از نامیناسیون‌های آزمون وقتی جلب می‌کنیم یا میگوییم که یا که از پدر و مادران میگوید که فرزندم تو باید که با فلان یک نامیناسی همین آزمون اشتراک کنی و غالبیت را به دست بیاری. بعد اینجا تنها مقصد همون به دست آوردن پول میشود، لیکن خواننده در دلش هیچ شوق نسبت به همون فن نداره. بگذار وی غالبیت را به دست بیارد، لیکن وی برای ملت و کشور خود نمیتواند یک متخصص خوبی همون ساحه‌اش در کار کند. باید که داوران چنین آزمون‌ها نفرانی را انتخاب نمایند که آنها شوقمند همین علم‌ها هستند و در حقیقت آینده می‌خواهند در همین سمت کار و فعالیت کنند. شما اگر به نامیناسی‌های همین آزمون جمهوری علم فروغ معرفت نظر ما اندازیم، پرانی که در حقیقت دانش خوب دارند جلب کنیم و سزاوار جای دانیم، آینده کشور ما دارای بهترین گیوگراف ها می‌گردد، دارای بهترین فیزیک ها می‌گردد، دارای بهترین اختراعکاران می‌گردد. در همه ساحه‌ها ما می‌توانیم متخصصان خوب را به دست بیاریم. مثلا نفری که در سمت گیوگرافی غالبیت به دست آورده است، این می‌تواند آینده یک همچون راهبلد خوبی سیاحی گردد. نفری که در سمت فیزیک استرونومی غالبیت را به دست آورده است، می‌تواند یک متخصص خوبی ساحه انرژتیک، فیزیک، نمیدونم ساحه کائنات و دیگر ساحه باشد. نفری که در شیمی غالب گشته است می‌تواند در بهترین متخصص ساحه لابراتوری شیمی باشد. یعنی با مرور وقت همین آزمون‌ها اگر به طور شفاف برگزار گردد، با مرور وقت آهسته آهسته ما می‌توانیم دارای بهترین متخصصان گردیم. این بسیار نتیجه خوب می‌تواند دهد. هر شخص از روی خواهش و شوق و اشتیاق رشته علمی را انتخاب می کند. اجباراً تحمیل کردن فن به خواننده از دایره روش‌های پداگوژی بیرون است، میگوید خورشید امانوف. زمانی که ما دانشجو بودیم، استادان به ما یک سخن را میگفتند که شما در صنفخانه وقتی که وارد میگردید یک خواننده را مجبور نکنید که همون فن شما را خواند. البته و شاید بگذار آینده طبیب شدن میخواهد، نمیدونم در یک ساحه دیگر میخواد کار و فعالیت نماید. مقصد من از خواننده ها همچون گیوگراف تیار کردن نه، با آنها من دانش گیوگرافی میدهم. من یک خواننده را نمیتونم مجبور کنم که تو همین فن را خوان آینده گیوگراف شو. من دانش گیوگرافی میدهم و از بین همون خواننده ها خواننده پیدا میگردد که شوقش در همین فن هست و خودش علاهیده نزد من میآید، میگوید استاد من همین فن را دوست میدارم، چی کار میتوانیم کنیم؟ به من درس علاوگی است، با علاهیده کار است، با اون خواننده البته من کار میکنم. در یک صنفخانه 30 نفر خواننده است، اون 30 نفر خواننده را من مجبور کردم نمیتونم که تو باید گیوگراف شوی. دانش گیوگرافی میدهم، در روند دانش گیوگرافی و دانش‌های گیوگرافی بگذار وای آینده طبیب شود، لیکن فهمیشات دانش گیوگرافی دارد که
البته رحمت میگوید که بگذار من طبیبم لیکن دانش خوبی گئوگرافی دارم. ما در مؤسسه یک محفل تشکیل نمودیم که محفل گئوگرافان جوان. در این محفل بیش از 15 نفر خواننده اعضای دائمی این محفل هستند که در روزهایی که مقرر کرده هستیم فعالان در این محفل اشتراک میکنند، سوال جواب ها میگذارانیم. البته که این سال یکمی کاری هم بود در خود طبق راهخط در مؤسسه. به همون خاطر از بین 15 نفر خواننده که اعضای دائمی محفل بودند، دیگر نفرهاش مثلا در دورهای المپیادهای فنی که هستند آنها اشتراک نمودند، در دورهای ناحیوی و منطقه‌ای ولایتی غالبیت را به دست آوردند. لیکن از بین این خواننده ها تنها 2 نفر خواننده در نسبتا زیرکتر بودند، کوشش میکردند غالبیت را به دست بیارند. 2 نفرش توانست که مثلا در دور ناحیوی غالبیت را به دست بیارد. از دیگر خواننده های هم یکی از خواننده های دیگر هم توانست امروز در المپیادهای فنی در دور جمهوری از فن گئوگرافی سزاوار جای سوم گردد. البته در یکم سال اشتراک تا دور جمهوری غالبیت را به دست آورد. برای بالا بردن دانش و بیدار کردن شوق خواننده به از خود کردن دانش و اشتراک در آزمون‌ها مهارت پداگوژی آموزگار خیلی مهم است. آموزگار باید تواند ماهیت همون فن خود را به خواننده فهمانیدن. وای خواننده است، همه چی برای وی بسیار وقت دشوار میتابد و فکر میکنه دشوار است. باید ما کوشش نماییم به خواننده فهمانیم که راههای آسانش هست، راههای آسانترش هست. کوشش کردن در کار، این راه درست است، این راه نادرست است، فهمانیدن در کار. وقتی به خواننده میفهمونیم الکی خواننده نگاهش دیگر میشود. و دیگر نگاه خوانندگان همین است که وقتی میبینند که استادشان غالب چنین آزمون گشته است، آنها نیز شوقشان زیاد میگرده. من با آنها وقتی عکس ها را نشان میدیم، نوارها را نشان میدیم که نه من غالبیت را به دست آوردم، آنها شوقشان باز هم زیادتر میگرده. دولت های پیشرفته جهان همه آنها امروز وسیله پیشروی آنها از علم و تکنیک است. امروز اگر یک جمهوری ژاپن یا اینکه ژاپنیا میگیم نظر اندازیم، قریب که یگام نمود ذخیره های طبیعی ندارد. لیکن از نگاه علم و تکنیک، از نگاه ذخیره ذهنی امروز یکی از کشورهای پیشرفته ترین جهان است. یا اینکه آلمان از نگاه ذخیره های ذهنی، یعنی از نگاه ذخیره های علمی چگونه پیشرفته است. پس امروز میباید که شهروندان ما فکر نمایند که اساس پیشروی یک کشور میتواند اولین درجه این علم باشد، تکنولوژی باشد. همه امروز ما اطلاعاتی که میگیریم، همه اون چیزی که میخونیم در اساس علم به وجود آمدن. پس این آزمون ها بیهوده از طرف پیشوای معظم ملت راه اندازی نگردیدن. این آزمون ها میتوانند در 10 ساله آخر کشور ما را به یک قدم بزرگ راه اندازی کنند. اگر ما به یک جمهوری مردمی چین نظر اندازیم، آنها یگانه کاری که کردن از نو تربیت کنی اهالی است. باید اهالی را با دانش مسلح کنند. وقتی که ما نیز توانیم که کشورمان را با دانش مسلح نماییم، ما میتوانیم به یک نتیجه خوب نائل گردیم. ما به داخل نقلیات های جمعیتی وقتی وارد میگردیم، بینیم همه مطالعه کتاب دارن، چه یک نگاه خوب است. انسانیت چه خوشحال میشه وقتی به یک داخل باغ میرن، همه مطالعه کتاب نموده ایستادن. این الکی به انسان یک الهام بخش میشود. وقتی که شما داخل نقلیات میشید نگاه میکنید، همه تلفن استفاده برده است. الکی شما میگید که ما میتونیم با همین گونه یک جمعیتی که همه هوشش در یک تلفن موبیلی است آینده خوب داشته باشیم. البته که نگفتم میتونیم. پس برای آینده وطنمون، برای آینده ملتمون باید علم آموزیم. البته این سخن پیشوای معظم ملت هست. در آخر خوانندگان را باید شوقمند ساخت. این روش میتواند خواهش آنها را با آموختن و ازبر کردن دانش‌های لازمه بیشتر و بهتر نماید، تاکید میکند خورشید امانوف. من حتی بسیار کوشش میکنم که وقتی خواننده غالبیت را بعد از همه واسطه ها را جستجو میکنم، تمام واسطه ها را
استفاده میبرم تو همون خواننده با یک توفه خرد ناچیز نیز باشد روح بلد شود، شوقش بیدار گردد، زیرا که دیگر همسینفونش از اون میپرسند تو غالبیت رو به دست آوردی، به تو چی تقدیم کردن؟ این رو ما مشاهده میکنیم در مؤسسه ها، وقتی که خواننده غالبیت رو به دست آورد هیچ تقدیم نکردن. برای همین خاطر همه واسطه ها رو جستجو کردن در کوشش کردن در کار که نفری که غالب اومد با همه راه و واسطه وی را باید که ما هوسمند گردانیم. خورشید امانوف بعدی در دور جمهوریوی آزمون علم فروغ معرفت مقام سیوم را صاحب شدند و مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 ناحیه کوشانیان یعنی زادگاه خود را خط گرفت. حالا او من حیث آموزگار فعالیت کرده تجربه اندوخته‌اش را به تعلیم گیرندگان آموزش می‌دهد.